علیکم السلام بیننده گرامی، بفرمایید. خوبی شما؟ سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالله هستم از کردستان عراق. آقا عبدالله از کردستان عراق، بفرمایید برادر گرامی. من یه پیامی داشتم برای جوانای چه سنی و چه شیعه و چه مسیحی و من خودم راستش تازه توبه کردم. درست. سنی که هستم ولی نماز نمیخوندم. درست. اونم یه مولایی اومد، یه بزرگواری بود، یه حرفی زد که من روم تاثیر گذاشت. میخواستم من به همون حرف رو به جوونا برسونم که بدونم. بفرمایید آقا عبدالله گرامی، بفرمایید. بله آقا انصاری، ببخشید وقتتون هم میگیرم. خواهش میکنم. میخواستم بگم که اون بزرگوار یک حرفی زد، گفت خدای بزرگ روزی 5 بار شما رو صدا میزنه. بله. وقتی تو قیامت هم که همه که زنده میشن، البته که یکی مور زنده میشه. بله. زنده است. میخوام واضحه. گفت وقتی زندت میکنه ازت سوال میکنه من روزی 5 بار صدات کردم. درست. اون 5 بارم تو 24 ساعت فکر کنم 5 بار صدات میزنه، 5 تا از اون میگه. درست. الله دعوت میکنه به نماز خوندن. درست. حالا من جوانی بودم، راستش به خدا یه ساعت توی سر کوچه وای میسادم با موبایلم ور میرفتم، ولی خدای بزرگ تو 12 ساعت 25 دقیقه از من میخواد، از بنده خودش میخواد. 25 دقیقه هر نمازی که طولانی ترین نمازم باشه 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. درست. یعنی شرک و اینا مثلا، بله ما همه خلفا رو قبول داریم، حضرت علی و حضرت عمر و حضرت ابوبکر، و در ضمن حضرت ابوبکر در قرآن اسمش اومده، هیچ اسمش که نیومده ولی بهش اشاره شده. درست. همه اهل تسنن، حتی اهل تشیع هم اگه قرآن تفسیر کنن میدونن تو غار حرا به حضرت محمد میگه خدا بزرگ جبرئیل میگه به اون اصحابی که بغل دستته بگو نترسه. اون کی بود؟ همیشه حضرت ابوبکر همراهش بود. درست. تشکر آقا. بعدن اون یه چیز دیگه هم هست، حضرت ابراهیم وقتی توی آتیش بود خدای بزرگ به اون آتیش امر کرد، گفت ای آتیش سر شو. درست. بعدن حضرت جبرئیل رو فرستاد پیش حضرت ابراهیم، گفت من از طرف خداوند اومدم، تو چی میخوای تا من برات چیز کنم، برات اجابت کنم؟ گفت من هیچی از تو نمیخوام، من از خدای خودم بله مثلا درخواست دارم. یعنی حتی اونو شرک قرار میداد. این نباید از کوچکترین چیزی مثلا به عنوان دلیل برسیدن به خدا برای خودت مثلا به جا بیاری. این امام و مثلا قبر و من حتی هر مسجدی به جوونا میگم، به اونایی که اصلا طرفن میرن، اون حاجی آقای ببخشید خیلی خیلی معذرت میخوام، اون نباید بگی آیت الله هم. من اصلا به اینا اعتقاد ندارم. اونی که الهیاری مثلا بهش به کانالش زنگ بزن، الان به خدای بزرگ الان به کانالش زنگ بزن، بگو من اهل تسننم، میگه بگو لعنت بر علی. بگو اهل تشیع هم، میگه بگو لعنت بر عمر. اصلا یه چیزایی میگن باید تو اثبات بشی، ولی شکر خدا تو کانال شما اینجور چیزا نیست. تلفن شیعه جدا باشه، تلفن سنی جدا باشه، این خودش اصلا سانسور کانال ایناست. بله. اینا خیلی آدمای اصلا ترفندی هن، اصلا دروغگوان، جزن. من خودم تو عراقم، جنگ با بعضیاشون داشتم، به خدا خبر دارم در یه شب این شیعه ها بدونن 350 تا زن زندانی توی بغداد، حالا جاش و زندانشون نمیگم، خودشون میدونن 350 تا مرد شیعه رفتن بهشون تجاوز کردن. اینو با مدرک همه عراقی ها میدونن.
این ایرانیای بدبخت نمیدونن تو عراق چی میگذره. بله تشکر. فقط از دو توی بله میدونم آقا عبدالله بزرگوار کلمه و بله برادر بزرگوار من این کانال چیز ببخشید این کانال ولایت رو نمیدونم اینا برن تو فیسبوک ها سانسور نه اگه مردن برن تو یه پیجایی که خود عراق میشه. من تشکر میکنم آقا عبدالله بزرگوار برادر عزیز. بله تشکر از مطالب مفیدی که ارائه کردید. وقتتونم گرفتم. الله مطالب ستون کنه. همین میخواستم بگم که تشکر از شما. یک تا میارن نه مرقد و نه قبر و هر مسجدی هم قبر توش باشه حرام مطلقاً توش نماز بخونید. درست. اینو تشکر از بزرگم خودش میفرماید. بله تشکر از شما. الله مطالب ستون کنه. الله مطالب ستون کنه.